مرکز تحلیلی پیکودی اعلام کرده است که تاجیکستان دارای گرانترین قیمت بنزین در آسیای مرکزی می باشد. مرکز تحلیلی پیکودی با بررسی قیمت بنزین در بیش از 100 کشور جهان تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که دارای بالاترین نرخ این نوعی سوخت می باشند. بر این اساس قیمت 1 لیتر بنزین در قزاقستان 42 سنت است که ارزانترین نرخ بنزین در آسیای میانه می باشد. در تاجیکستان باشد نرخ بنزین 77 سنت است که گرانترین نرخ بنزین در آسیای مرکزی به حساب می آید. همچنین مرکز تحلیلی پیکودی میزان تهیه بنزین در کشورهای آسیای مرکزی را بر اساس معاش یک ماهه کارمندان بررسی کرده است که نشان می‌دهد در قزاقستان با یک ماه دستمزد میتوان 923 لیتر بنزین خریداری کرد. در ازبکستان با معاش یک ماهه به حساب میانه میتوان 330 لیتر بنزین خرید، در قزاقستان 329 لیتر و در تاجیکستان باشد 151 لیتر. تاجیکستان بخش عمده بنزین مورد نیاز خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. سرگئی ویرخوتوروف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، به این باور است که ساخت نیروگاهی هسته‌ای و استفاده از نیروی خورشید و باد تنها راه حل مشکل کمبود برق در آسیای مرکزی و تاجیکستان است. سرگئی ویرخوتوروف ضمن مصاحبه‌اش با اگنتی اطلاعاتی روسی نووستی با اشاره به بحران کمبود برق در تاجیکستان و قطع صادرات برق این کشور به ازبکستان و افغانستان گفته است. برای حل این مشکل باید کشورهای آسیای مرکزی با همکاری روسیه موضوع ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و استفاده از نیروی خورشید و باد را جدی بگیرند. به گفته ویرخوتوروف، اکنون آب شدن یخچال‌های طبیعی در کوهستان بدخشان که سرچشمه تأمین آب دو رودخانه بزرگ 5 و وخش است، موجب کاهش 50% سطح آب این دو رودخانه شده، مقامات شرکت برق تاجیک را وادار کرده است صادرات برق به ازبکستان و افغانستان را عهدشکنانه قطع کند. این کارشناسی روز تاکید کرده است به دلیل وابستگی شدید اقتصادی تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به برق باید موضوع جلب منبع‌های مالی کلان برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی، هسته‌ای، خورشیدی و بادی در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. ویرخوتوروف راه‌اندازی دوباره شبکه واحد برق آسیای مرکزی را نیز امر مهمی می‌داند که سبب می‌شود کشورهای منطقه بتوانند در فصل‌های مختلف سال کمبود برق را از حساب یکدیگر جبران کنند. این گفته‌های کارشناس در حالی است که همه ساله به خاطر کمشوی آب رودخانه‌ها در تاجیکستان بدون اعلام لیمیت برق جاری می‌شود. امروزها در تاجیکستان به خاطر کمشوی آب رودخانه‌ها در اکثر مناطق کشور انتقال برق قطع شده است. در این باره چند روز پیش حکومت نیز اظهارات پخش کرده معلومات داد. در تاجیکستان پیش از انتخابات پرزیدنتی بر رویخطگیری اهالی برگزار خواهد شد. حاکمبک نکهتزاده، سردار نمایندگی اگنتی آمار در ولایت سوخت، آخری هفته گذشته گفته که این معرکه از 1 تا 15 اکتبر امسال صورت می‌گیرد. در آن روزها کارمندان اگنتی آمار یکجا با نمایندگان نهادهای دیگر اهالی و منزل‌ها را بر روی خط می‌گیرند. باری اول ضمن بر روی خطگیری اهالی از پیروی ساکنان به دین هم پرسیده خواهد شد، چیزی که در پرسشنامه‌های پیشین نبود. حاکمبک نکهتزاده میگوید در قدم اول منزل ساکنان دهه‌های کلان را در ولایت سوخت رقم گذاری کردند. این گونه شمارش در تاجیکستان معمولاً در 10 سال یک بار جریان می‌گیرد. و جز این اگنتی آمار هر سال اهالی کشور را می‌شمارد و بنا به اطلاع این نهاد در ماه ینور سال 2020 شماره اهالی تاجیکستان بیش از 9 میلیون و 300 هزار بوده است. خبرگزاری تاس با استناد به دو منبعش در ساحه اویاتسیا اطلاع داد که روسیه پروازهای بین المللی را با تمام کشورها از 11 اوگوست آغاز کردن است، اما قرار نهایی هنوز قبول نشده است. طبق اطلاع یکی از منبع‌ها چنین ایده واقعاً چند قبل در ملاقات با تاتیانا گولیکووا، معاون سروزیر فدراسیون روسیه بررسی شده است. از دیروز روسیه قسماً پرواز بین المللی هوایی را با 3 کشور بریتانیای کبیر، ترکیه و تانزانیا دوباره برقرار کرد. سرحد روسیه و ابخازیا نیز باز شد. یک روز قبل اداره فوری اید به پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس در روسیه گفت که مسئله توسعه رویخط کشورهایی که به آنها از روسیه پرواز انجام می شود در حال بررسی است. گفتنی است با سبب پهنشوی کرونا ویروس روسیه از 27 مارس پروازهای منتظم و چارتری بین المللی را کاملا قطع کرد
و تنها پروازها برای برگردانیدن مسافران به وطن انجام یافت. حکومت روسیه اینچنین از 30 مارس امر داد که حرکت نقلیات توسط راه آهن، عبور پیاده، راههای زمینی را توسط گذرگاه‌هایش موقتا محدود کرد. طبیبان ازبکستانی به خاطر مبارزه‌شان با ویروس کرونا از میلیاردر معروف علیشیر عثمانوف $10 میلیون جایزه تقدیم می‌گیرد. در این باره اگنتی دولتی اوز خبر داده است. همچنین از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی و دکتران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگری ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه‌های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند، از 400 تا $500 جایزه یک دفعه‌ای نمیگیرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت میکردند که تا هنوز مکافات پولی وعدگی حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22,000 نفر به کووید 19 مبتلا شده، 130 نفر فوتیدند. ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. ماه ایول حکومت این کشور به دلیل افزایش بیماران دیگر باره محدودیت جاری کرد. علیشیر عثمانوف که در ناحیه چویی ولایت نمنگان ازبکستان به دنیا آمده است، یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا به شمار می رود. مجله فوربس دارایی او را $13.4 میلیارد ارزیابی کرده بود. عثمانوف پیشتر نیز به خانواده‌های آسیب دیده در نتیجه رخ نشدن صدیاب انبار سردابه ازبکستان بیش از $15 میلیون کمک کرده بود. ماه ایون امسال بنیادی او به بیش از 300,000 خانواده کمبزاعت در ازبکستان کمک رساند. در آغاز سال 2018 وزارت مالیه آمریکا نسبت به میلیاردر ازبک تبار تحریم اقتصادی جاری کرد. او را یکی از اولیگارخ‌های با نفوذ و تاثیرگذار و خیلی نزدیک به کرمل می‌دانند. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net